این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که تو دوراهی مرگ و خودکشی گیر کرده و برای روحیه دادن به بسیجی‌ها سراغ چنین قمپوزایی رفته. تو هر کشوری به ایران اسلامی که نگاه میکنن احساس عظمت میکنن، احساس شکوه میکنن. اینا خیلی مهمه. حالا ببینید کارشناسای خود نظام درباره این شکوه و عظمت مورد ادعای عظما چی میگن. ببینید طاقت تحمل تورم برای مردم تمام شده آقای دکتر. پدر مردم در آمده. زنجیر صبر مردم داره پاره میشه. اینو بفهمیم. این بودجه خانوار رو داغونش کردیم. داغونترش نمیتونیم بکنیم. اگر میخوایم یک چشمه از این شکوه و عظمت رو از زبون رئیس جمهور ناتراز عظما بشنوید که همیشه در حال آه و ناله است. اگه منتظر باشید دولت بسازه، خب خیلی راحت بهتون میگم دولت پول نداره نمیسازه. الان 40 ساله نساخته، از این به بعدش هم به این سادگی نداره که بسازه. احتمالاً الان پاسدار سبزعلی رضایی هم از شنیدن این حرفا داغ دلش تازه شده و یاد این وعده هاش افتاده. مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردونه سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم دکترای اقتصاد، من رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم و این 20 ساله فکر کردم. حالا تو چنین شرایطی پزشکیان دنبال اجرایی کردن شعار عظما تو سال جدیده. شعاری رو که مقام معظم رهبری امسال فرمودند سال سرمایه گذاری و تولید، با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم. این هم حرفای یکی از کارشناساشون درباره شعارهای سال خامنه‌ای. سال 1404 از سوی آقای خامنه‌ای سال سرمایه گذاری در تولید و برای تولید نامگذاری شد. سالهای گذشته هم از این اتفاقها می افتاد و اسامی مختلفی به سالهای متمایز و متفاوتی اطلاق می شد که خیلی از اونها محقق نشد. امیدوارم امسال متفاوت باشه، هرچند واقعا چشمم آب نمیاد. البته ته خط رو همشون بو کشیدن و میدونن که چه زلزله‌ای تو راهه. بنابراین خلاص شرایط سختی است و خب این مشکلات اقتصادی و فشارهایی که داره وارد میشه در اثر تورم طبیعتا نارضایتی ها رو هم افزایش خواهد داد و باید شاهد یک سری مشکلات اجتماعی و تظاهرات خیابانی هم احیانا باشیم اگر که به همین روال بخوام پیش بریم. خبر تو خبر. بشنگستان این هفته رو با یه روایت از عظما شروع میکنیم که تصویر جدیدی از ولی فقیه تو نظام ولایت ارائه میده. شورای شهر تهران یک خیابون فرعی در سعادت آباد رو به نام فلان کسک میکنه، به نام خانم شاعر فلان میکنه، چون آقای خامنه‌ای نسبت به اون شاعر یک سیمین بیبانی، بله سیمین بیبانی تضادی داشتن، یک برخوردی داشتن، از دفتر ایشون زنگ میزنن به شورای شهر که اون خیابون رو حذف کن. به وقتی به یک نفر این همه اختیارات داده میشه، ما کشور در حال حاضر با 1000 تا بحران روبروه. بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، محیط زیستی داریم، بحران انسانی داریم، بحران جمعیت داریم، 1000 تا بحران داریم. 1% ایشون مسئولیت ندارن در برابر اینکه از یک کوچه بنبست نه مسئولیت اصلا قبول نمیکنه. یعنی اون کسایی که خطا کردن تازه خطاشون این بوده که فرمایشات ایشونو گوش ندادن. این هم یک اعتراف از آخوند نبویان که نشون میده چطوری با گروگانگیری دنبال پول بودن اما به در بسته خوردن. 4 تا زندانی داشتیم،
قرار شد 6 میلیارد کره، درسته؟ بره تو قطر. یک دلارش الان ما نمیتونیم مصرف کنیم. آقا تو وقتی که اهرم داری، 1000 بار به اینا گفته شد، همین دولت قبلی خودمون بود، دوستان خودمون بودن، نکنید این کار رو. بازدارندگی معنیش اینه گرفتی نگه دار، مثل جیسون رضاییان توی هواپیما بریزن بیارن، نه بریزن تو بانک قطر، اونجا حل می شود. بابا قطر به قول شما مثل خودشه، نمیتونه این کار انجام بده. باید ما بازدارندگی اونم بدونیم بریم چیکار میکنیم. به فلان مسئول گفتیم آقا نکن این کار رو، میگه آمریکا 6 میلیارد دلار چجوری میخوام بیارن؟ به تو چه ربطی داره؟ این مشکل آمریکاست. 10 تا هواپیما بفرسته. مگه نمیخواد این یورو زندانیا رو؟ مگه نمیخواد؟ براش مگه مهم نیست 100 تا هواپیما بفرسته و کم داره؟ مگه مشکل توئه؟ مگه گرفتیم آزاد کردیم، مالیده شد کلا رفت. $1 رو نمیتونیم. تو منطقه باید بازدارندگی ایجاد کنیم. متوجهیم یعنی چی؟ این هم یک اعتراف دیگه از بخور تو نظام ولایت. حالا بیاید اون پایین هم نگاه کنید شما، اون سطر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره. 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه. یعنی اینو بانک مرکزی حساب کرده، دیده اینا با هم دیگه جور نمیشه، اون میشه تحت عنوان خیلی عدد بزرگی. یعنی ما نصف درآمد نفتی سال 99 ما فقط اشتباهات و از قلم افتادگی. آخوندا برای نشون دادن اقتدار کشکیشون دست به دامن هوش مصنوعی شدن و این فیلم رو درست کردن که باهاش به بسیجی‌ها روحیه بدن. در شرایطی که رژیم داره کله پا میشه، این نجم RPG دنبال حکومت ولاییه. انگار چیزی که تا الان بوده چیز دیگه ای بوده. ما میخوایم بشیم حکومت اسلامی، از جمهوری اسلامی بشیم حکومت اسلامی. اینجا دفتر کار آقا امام زمانه. اهداف ما خیلی بلندتر از اینه که ما به مالزی و نمیدونم سوریه بخوایم بسنده کنیم. ما تازه اونا رو باید بیاریم مثل حکومت خودمون، بهشون آداب و فرهنگ حکومت خودمون رو بهشون یادآوری کنیم. و اینا هدفشون اینه و مثل که خیلی مسئولین هم بعدشون نمیاد اینجوری بشه و ما داریم یادآور میشیم بهشون. این هم یک دلیل ولایت پسند برای اینکه چرا تو نظام ولایت اعدام به زندان ارجحیت داره. آدم محارب باید به صورت شدید کشته بشه. من سوال میکنم از اون کسایی که میگن چرا به جای اعدام حبس نباشه. خب حبس از جیب کی؟ با حساب کی؟ با حساب کی؟ یه عده نشستن اون برای آب میگن اینا حبس ابدش کنید. خب این حبس که میشه تازه بزرگ شما از که اول خرجشه، از آب و برق و نمیدونم امنیت و گاز و نمیدونم استراحت و تخت خواب و این که بعدش هم میان میگن که ما باید هی سرکشی کنیم ببینیم که این یه وقت خدایی نکرده به سخت نگذره، مثلا صابونش مثلا حساسیت پوستی براش ایجاد نکرده باشه مثلا، یا حولش خشن نباشه و زبر نباشه.